اپیزود قبل دیدین دون که من رفتم سراغ واردن، البته کاملا هم ناخواسته بود. من اون بلاکی که واردن رو اسپان میکرد رو اصلا ندیدم و توی ویدیو هم معلوم بود و توی ادیت هم ندیدمش. توی این گیرودار واسه 2 تا دایموند موندم و باید هم برگردم، چاره نیست، چون که تنها غاری که دیدم این قسمتش پایینه همون غار بود و معمولا توی اینشین سیتی کلی دایموند وجود داره. البته امیدوارم اینم مختصاتش و باید بریم دیگه. Let's go. اینجا همون جایی که میسوزه، باید بکنیم بریم پایین. ترجیح همیدم مستقیم نرم پایین چون که امکان داره زیرم لاوا زد شه. آهن چه خبر؟ خب اگه اشتباه نکرده باشم رسیدیم دیگه. اینجا خیلی زهر ماره، بیفتم پایین مردم. یعنی این 10 روزی که زحمت کشیدم، همون چند ساعتی که زحمت، همش به فاک میره کلا. خیلی خب تخت رو در بیاریم، ریسپان رو ست کنیم. اینجا رو یواش با یه دست میریم جلو. امیدوارم همین یه دونه باشه. تو رو خدا. دستای مردی داره میلرزه. خدا رو شکر. دایموند یعنی دارم عشق میکنم یه نیم ساعت دیگه اینجا بگردم فکر کنم فول دایموند برم بالا. 40 دقیقه گشتم همین بارم شد. ای داد یادم رفت تختو بیارم بالا و الان بمیرم از اون پایین میام و نمیتونم کلا بیام بالا. اما با قیل فرک ایکس پی اومدم بالا. خیلی خوبه. What the fuck? عالیه. اینم از ویلیج. اینم از این. رسیدیم. فقط با یه جوری بریم پایین. به نازم لامصبی چون پایین معلوم نیست. قابل توجه بگم از اینجا بیفتم پایین تقریبا 4000 بلاک اونورتر یا 4000 متر اونورتر میام که عمرن راه نداره برگردم. همون ورد حذف میکنم. چه آبشاری شد پشما. خب اینجا رو باید یه حرکتایی بزنیم. ری اسپان پوینت ست. وسایل ها رو مرتب بذاریم توی این چست. بکنیم تنمون وست. بریم به بوداپست. یه 6 تا آهنم بپزه. 2 تا بلست فرنیس هم درست کنیم. صبح عالی متعالی. بریم به ادامه کارمون برسیم. این شوگرا رو بکاریم اول. این همزین. اصلا من چرا باید ماهیگیری کنم؟ بریم ادامه کارمون برسیم. اولین کلنگ دایموندی رو افتتاح میکنیم. 2 عدد بیلاست فرنیس. آهنا رو بندازیم بره. شانس به روایت تصویر. شملای شهمان شهیم اولین درخت. حوصله سربرترین کار وایسادن برای جمع کردن نهالای این درخت لعنتی. 2 تا دیگه درخت اضافه هم کاشتم که یه وقت کم نیاد. کود انسانی ریختم پایین اینقدر سری رشد کرد. اینم بکنیم. یه استک و این یده چوب جمع شد. عالیه. اینجایی که میخوایم خونه بسازیم این صخره باید کاملا صاف و صاف شه و این سولاخ باید بشه چست روم. خیلی کنجکاوم بدونم کریپر از زیر آب دمیج میدن یا نه. البته الان شیلد دستم بود. بریم اون غار بالا ببینیم خبری هه. ترجیح میدم بیشتر از این پیشرفتیامو به رختون نکشم و برگردم. اوکی. این 2 تا درخت هم بکنیم. یه چند تا درخت دیگه هم لازم داریم البته برای کندن. چوب خیلی نیازه و سریعتر شروع کنیم خونه رو ساختن که کلی نیاز داریم. دیدیم گفتم هنوزم کم داریم. فعلا این یه تیکه صخره رو صوف و صاف کنیم. بعد این موزیکی که از اپیزود قبل تا الان پلی شده رو عوض کنیم دیگه. خسته کننده ترین کاری که توی این بازی سراغ دارم فقط کنده کاری. دیگه هیچی. دیگه خداوکیلی اینقدر چوب کافی نباشه من هیچی ندارم بگم. اول قاب خونه رو در میاریم 11 در 11. اینم از این. حالا کف رو درست کنیم. 1 2 3. حالا قاب خونه رو در بیاریم. یاد این خانم آشپزی افتادم. حالا اینو بریزید اونو نریزید. فقط صحنه رو ببینید عشق کنید. خیلی خوبه. اینجا هم یه پله میزنیم به سمت بالا. داخل قابا رو پر میکنیم. نوبتی هم باشه نوبت سقفه.
یه طبقه بالای خونه‌مون بسازیم واسه اینچنتینگ روم. قبل از اینکه اون بالا رو کار کنیم اینجا رو یه دستی بزنیم. یکی از بهترین لحظات ماینکرافت ساخت خونه اولیه است. فکر کنم متوجه شدین چی شد. این خونه ثابت نیست، خونه اولیه است. خونه‌ای که قراره بسازیم و توش موندگاشیم کلا یه چیز دیگه قراره باشه. این جلو رو هم یه بالکن تور بسازیم. البته نمیدونم بهش چی میگم، ولی خب رو به دریاست در کل. رودخونه هستم، دریا نیست. اینم از این. عالی شد. ویو ابدی. بیشتر از این ویدیو رو طولانی نمی‌کنم. چست رومو خودم میسازم و توی تایم لپس آخر ویدیو همه رو با هم میبینید. فعلا